سرخط مهمترین خبرها. جزئیات تازه درباره تیراندازی شهروند تاجیکستان در مسجد شیعیان شیراز. بلاگران در نیم سال 1 میلیون انداز سپاریدند و یک دسته فوتبال در ولایت سوخت پراکنده شد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 15 آگوست است. رسانه‌های خبری درباره حمله روز 13 آگوست به زیارتگاه شیعیان در شهر شیراز جزئیات نو پخش کردند. تلویزیون فارسی BBC شب گذشته از قبل مقامات ایرانی گفت فرد حمله‌ور از بدخشان و شهروند تاجیکستان است. در نواری که این تلویزیون پخش کرد، جوان با چشمان بسته دیده می شود که ظاهراً کمتر از 30 سال سن دارد. یک روز پیش کاظم موسوی رئیس عمومی دادستانی ولایت فارس گفته بود سببکار حمله پیشتر از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود و خود را شهروند تاجیکستان معرفی کرده است. رسانه‌های ایرانی از جمله پرس تودی نام او را رحمت الله نوروزوف گفتند. با گذشت یک روز از اظهار نظر مقامات ایرانی درباره دست داشتن شهروند تاجیکستان در حمله به مسجد شاهچراغ، مقامات تاجیکستان رسما چیزی نگفتند. دادستانی ولایت فارس گفته است در رابطه با این حادثه 8 نفر بازداشت شدند که همه‌شان شهروندان خارجی هستند. تازه‌ترین خبر از حادثه این است که شماره قربانیان به 2 نفر رسید و حدود 7 نفر هم به گفته مقامات ایرانی زخمی شدند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت حمله به زیارتگاه شیعیان را به عهده نگرفته است. مقامات ایران انگشت اتهام را به طرف گروه داعش روانه کردند. حمله 9 ماه پیش به همین زیارتگاه شیعیان را گروه داعش به عهده گرفته بود. در نیم سال اول سال روان بلاگران 1,200,000 سومانی یا نزدیک $110,000 انداز سپاریدند. در این باره مسئولین کمیته انداز 14 آگوست ضمن نشست خبر اطلاع دادند. مقامات گفتند تنها در یک سال اخیر 49 بلاگر خود را همچون انداز سپارنده به قید گرفته است. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمان توجه کردند که صف بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزود. حالا در شبکه یوتیوب و اینستاگرام صدها جوان تاجیک صحیفه‌های خود را دارند. اکثر آنها به تهیه صحنه‌های خرد حجوی، مصاحبه‌ها، نمایش گوشه‌های تاجیکستان، دعوت یاری به درماندگان و گروه خرد به تهیه گزارش‌های جدی در مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مشغولند. یک دسته نامدار فوتبال در شمال تاجیکستان برهم خورده است. گروه بازیگران دسته روشن در ناحیه ظفرآباد با پیش آمدن مشکل اقتصادی و دستگیری نیافتن از مقامات دولتی از مسابقه ها محروم شدند. مقامات محلی میگن فکر دوباره سرجم کردن این دسته را دارند ولی تا حال به جای نرسیدند. فرزان محمدی از ناحیه ظفرآباد گزارش می‌دهد. دسته فوتبال بازان ناحیه ظفرآباد با نام روشن سال 2016 تأسیس یافت و در 6 سال فعالیتش تا لیگ عالی تاجیکستان راه یافت. این گروه را جمعی از ورزشکاران خودجوش تأسیس داده بودند و به سرمایه‌گذاری کلان در مدت کوتاه راه دراز را طی کرد. آنها امید داشتند که از سوی مقامات محلی دستگیری می‌یابند ولی به گفتهشان این طور نشد و دسته پراکنده گردید. سبب اولی پشت خوردن دسته روشن ظفرآباد این نداشتن میدان خونگی، ورزشگاه میدان خونگی سبب اولش رو من در همین میبینم و سبب دویمش با ما از حکومت ناحیه به مقدار 300,000 سومانی در یک موسم جدا نمودن از طرف حکومت ناحیه که این خیلی مبلغ کم است در لیگ عالی. ناحیه ظفرآباد در 100 کیلومتری مرکز ولایت سوخت جایگیر است. بازیگران دسته میگن طول 6 سال تمرین و آمادگی به بازی‌ها را بیشتر در شهر خوجند گذرانیده‌اند. این دسته هرچند مخلصان زیاد داشته است ولی دوری راه و خرج زیاد آنها را دور کرده است. دشوار است، سخت دشوار. به ورزشگاه دسته دشوار است. چونکه ما همه بازی خود را در سفر گذراندیم. چی خانگی بود، چی سفر بود. برای ما همش این در سفر گذشت. خراجاتش زیادتر شد. از همین سبب ما دیگر نتوانستیم وای کردن. دسته رو دوام دادن که با به لیگ عالی بازی کنیم. در ورزشگاه مرکزی ناحیه ظفرآباد دوستداران و فوتبال بازان زیاد جمع می آیند. از جمله بازیگران دسته روشن هم. ولی این ورزشگاه به طلبات بازی فوتبال جوابگو نیست و به گفته مقامات محلی در حالت صدمه‌ای قرار دارد. برگزار شد قریب که همه
نشستگان همراه من بودن. زفرخان اسماعیل زاده اجرا کننده رئیس ناحیه ظفرآباد میگوید از این مسئله آشناست و دست به کار شده است. که قبلا علاقه مکتوبم کرده بودم برای تعمیر و از نوسازی همین ورزشگاه. همینجا یک جای بهترین است. حدود قریب 4 گهتر زیادتر است. در اینجا ما نه تنها یک ورزشگاه برای مشق و تمرین همین دسته ورزشی فوتبال روشن، بلکه برای همین شعبه بخش کار با جوانان قسمت ورزشش مرکزی و ناحیوی ورزش مکتب ورزشی در همونجا یک جا کرده برای رشد و نموی نه تنها فوتبال برای دیگر نمودهای ورزش هم امکانیت پیدا کرده میتونیم در همونجا. در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان به یک مقام آلمانی همکاری‌های اقتصادی با این کشور اروپایی بررسی شده است. به نوشته وبسایت پرزیدنت تاجیکستان، امامعلی رحمان روز 14 آگوست با نماینده وزارت همکاری‌های اقتصادی و رشد آلمان نیلز آنن امکانیت‌های همکاری را میان تاجیکستان و آلمان بررسی کرد. آلمان یک کشور مهم عضو اتحاد اروپا است، ولی با وجود ده‌ها سازشنامه همکاری امضا شده، دادگرفت میان این دو کشور ناچیز است. تاجیکستان امیدوار است که در صورت امضای سازش GSP جمع با اتحاد اروپا با تجارت با امتیاز با اتحاد اروپا دسترسی پیدا می‌کند. یک شرط قبول تاجیکستان به این برنامه رعایت حقوق انسان است که در این زمینه دوشنبه بسیار تنقید می‌شنود. معاون وزیر دفاع اوکراین آنا مالیار گفت نیروهای این کشور دوام هفته گذشته بعضی از منطقه‌های را در نزدیکی بهموت بازپس گرفتند. به گفته او نیروهای اوکراین 3 کیلومتر مربع را در نزدیکی بهموت آزاد کردند. مالیار افزود از ماه ایون به این سو جمعاً 40 کیلومتر مربع در نزدیکی بهموت آزاد کرده شده است. و روز دوشنبه درباره کامیابی مشخص ارتش اوکراین در دهه اوراژاین ولایت دنیتسک خبر داد. حمله به دهه مذکور نیروهای اوکراینی 8 آگوست شروع کرده بودند. رسانه‌ها آخر هفته گذشته خبر داده بودند که نظامیان روسیه از دهه اوراژاین عقب نشینی می‌کنند. این خبر را بیشتر بلاگرهای نظامی روسیه نشر کردند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خیرمان به قاضاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 آگوست را فرا می‌گیرد. 15 августи соли 1945 бо қарори ҳукумати иттиҳоди шӯравӣ институти давлатии дусолаи муаллим тайёркунии Кӯлоб таъсис шуд, ки баъдан ба донишкадаи давлатии омӯзгорӣ табдил дода шуд. ин муассиса дар ибтидо дорои факултаҳои таъриху филология, физикаю математика, табиатшиносӣ ва ҷуғрофиё буд ва ҳоло ин муассиса донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ном дошта, дар он факултаҳои филология, журналистика то муносибатҳои байналмилалию информатика мутахассис омода мекунанд. мақомоти тоҷикистон моҳи августи соли 2018 симкортҳои телефонҳои мобили сокинонро пулакӣ карда, нархи ҳар як симкортро 250 сомонӣ муқаррар намуданд. дар ҳоле буд, ки дар тамоми ҷаҳон корти телефони мобилӣ бепул ё бо як нархи рамзӣ пешниҳод шуда, муштарӣ танҳо барои интернет ва харҷи суҳбату паёмакҳо пул пардохт мекунад. мақомот зарурати таъмини амният ва таҳти назорат нигаҳ доштани мухобироти шаҳрвандонро зарур донистанд. сокинон аз харҷи барзиёд ва сарсониҳои ба қайдгирии навбатии шумораи телефонҳояшон интиқод карданд. баъди 20 соли аз қудрат ронда шудани толибон рӯзи 15 августи соли 2021 ҷангиён Кобулро ишғол карданд ва бо ҳамин назорат бар аксар қаламравҳои Афғонистон дубора ба дасти ин гурӯҳи шӯришӣ гузашт. ҳарос аз ноамниву поймолшавии ҳуқуқи инсон ба виҷа занону духтарон аз нигарониҳои асосии ҷомеаи мадании ин кишвар гардид. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی در بانک‌های کشور باز هم پست شده، قرب دلار افزوده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 108-109 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1096 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای آخرین را همه ساعت می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.